بیارم. سلام دوستان عزیز، من احمد فیصل محمدی شما با چنل یوتیوب خود خوش آمدید میگم. اگر شما قصد مهاجرت، قصد کار و قصد تحصیل در آلمان دارین، پس این چنل برای شماست. در این چنل قرار است ما تمام زبان آلمانی رو به شکل ساده و آسان و به زبان عامیانه خودمون یاد بگیریم. پس شما رو دعوت میکنم به اولین درس و اولین درس ما شما در زبان آلمانی حروف الفبا است. حروف الفبا یکی از بخش‌های مهم زبان است. به خاطر یادگیری زبان خیلی بر ما کمک میکنه. پس امروز میریم دانه دانه حروف الفبا را با هم کار میکنیم و حروف الفبا را ما بر شما اینجا نوشته کردیم. حروف الفبا را خودش در زبان آلمانی میگن دست الفابت. دست الفابت به معنای حروف الفبا یا الفبا. اولین حرف ما در زبان آلمانی حرف آ است. آ، ب، س، د، ای، اف، گ، ها، ای، یوت. خودتون آماری ما میتونیم مرور بکنیم. یوت، کا، ال، ام، ان، او، پ، کیو، ار یا ار، از، ت، او، فاو، و، اکس، ایپسیلون، زد. ه، او، او و است. ما در زبان آلمانی 30 دونه حروف الفبا داریم، درست است؟ و این 30 حروف الفبا را باید خوب تمرین بکنیم تا ما مرحله بعدیش بریم. دوباره میخوام و تو میتونی امروز ما تکرار بکنیم. Das Alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R یا R, S, T, O, V, W, X, Y, Z. حروف خاص ما چی میشه بچه ها؟ ما 4 حروف خاص داریم در زبان آلمانی. اونا عبارتند از ه، او، او و اس. ه، او، او و اس. ما میتونیم زبان آلمانی خیلی ساده و آسان یاد بگیریم به شرطی که یک اراده مستحکم و یک اراده مستحکم داشته باشیم. اینا همشون بر ما کمک میکنن به خاطر یادگیری زبان آلمانی. و از شما ما تقاضای من این است که در خانه خوب ویدیو رو ببینید و ویدیو رو دانلود بکنید، براتون پیشنهاد داشته باشین. حروف الفبا رو خوب مرور بکنید. اگر این حروف الفبا مشکلات شما رو حل ساخت، این ویدیو من مشکل شما رو حل ساخت، پس بر من در کامنت بگوین که شما در کدام بخشای زبان آلمانی واقعا مشکل دارین تا من برای هر کدام از اونها ویدیو برای شما بسازم و خوب برای شما تشریح بکنم تمام موضوعات رو ان شاء الله به زبان خودتون شما خوبتر و بهتر بفهمید. و اگر این ویدیو ما برای شما کاربردی و کارآمد بود، کانال ما رو سابسکرایب بکنید، لایک، کامنت، شیر فراموش نشه.